درود خداوند بر شما با دوستان عزیز. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توسان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه به کانال ما آشنا شدند لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما میدان پلازا د اسپانیا می باشد که در شهر مادرید جایگیر شده است. میدان پلازا د اسپانیا یکی از میدان‌های کلانترین مادرید می باشد. گردش اساسی نقلیاتی شهری است. در مرکز میدان فواره گذاشته شده است که با میگل سروانتس و قهرمانان او بخشیده شده است. مثلا برج مادرید که سال 1957 میلادی ساخته شده است و بینای اسپانیا که سال 1953 میلادی ساخته شده است. اینچنین خانه گویلرادو و بینای شرکت کانی استوری که با اسلوب ساخته شدند که مدرنیسم مادرید نامیده میشوند. میدان خودی پلازا د اسپانیا تقریبا 36900 متر مربع را تشکیل میدهد. پلازا د اسپانیا کلانترین میدان در کشور اسپانیا می باشد. تاریخ میدان پلازا د اسپانیا در سال 1561 میلادی وقتی که فیلیپ دو پایتخت را از تولدو با مادرید کوچانید در جای میدان معاصر باغ‌های جایگیر بودند. در نقشه شهر میدان سال 1656 میلادی پیدا شده است. بیناهایی که در اطراف میدان اسپانیا د پلازا جایگیر شدند این برج مادرید می باشد که سال 1954 تا سال 1957 میلادی ساخته و استفاده داشته و 142 متر بلندی دارد و بینای دیگر این اسپانیا می باشد که سال 1953 میلادی ساخته و هشتمین بلندترین در مادرید می باشد. 25 طبقه دارد، 117 متر می باشد و سومین باز یک بینای مشهور پلازا د اسپانیا خانه گویلرادو می باشد. کامپوزیسیون مرکب مجسمه رسم سروانتس را که در پایه استلا نشسته است و دو مجسمه برنجی قهرمان‌های مشهور او دان کیخوت و سانچو در بر می‌گیرد که متناسباً در بالای مار پیر و خر نشسته‌اند و محض در همین میدان مجسمه‌ها گذاشته شدند که شما می‌توانید آنها دیدن کنید. دوستان بریم با هم یک جای این میدان را تماشا کنیم. دوستان عزیز امروز باز میریم یک میدان دیگر هم میگیریم به نوار میدان اسپانیا میگن پلازا د اسپانیا در شهر مادرید خیلی زیبا و دیدنی و مشهور هم است در جهان و از برنامه دیگری گفتیم که خیلی بیا میدان دیگریش هم بگیریم تا تو یک جای با هم ببینیم چی میدان است و چه ساختمان ها داره. ما مترویم پیاده شدیم در مترو از طرفی باید پلازا د اسپانیا بریم. اگر با ما باشید دوستان ببخشید که کمک سر و صدا هست مترو هست دیگه با اون خاطر با ما باشید دوستان عزیز تا آخر برنامه رو بیننده باشین. میریم طرف میدانی اسپانیایی چی میگن پلازا د اسپانیا ما از پلازا د کاستیلا بر اومدیم اون طرف میریم با انشاءالله با ما باشید دوستان عزیز. دوستان ما اینا فرامدیم از مترو میریم طرفی دیگه پلازا د اسپانیا اینا بی خودش هم این طرف های دیگه میریم با ما باشید دوستان. هم متروهای شهر مادرید میریم این طرف صدا زیاد است. دوستان خیلی آدم سرادام از اینجا ببینید باور که قبلا بوده اینجا چقدر بوده تویست بلندی پرومایسی پایین نبینی یک نفر
ویکند مترو. این پلازا اسپانیا. بعد میریم برای پلازا اسپانیا. دیگه باشه پلازا اسپانیا. اینجا میخوادش داره. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در شهر مادرید در پلازا اسپانیا. شما یک دفعه رو ببینین ساختمان های چقدر زیبا و بر هوا زیبا. این طرف ببینید چی یک ساختمان های او طرف ببینید. این هم بوس هاشون دا بگیره بوس ها یک جا آمدن در این وقت. خب این میدانی پلازا اسپانیا ای برادران خیلی ساختمان های زیبا و دیدنی داره. حالا چی شما میریم موبایل هم انشاءالله سیمکا میکنیم. ما فعلا قرار داریم بودیم چنانچه در میدانی پلازا اسپانیا در شهر مادرید. یک دفعه ساختمان های زیبا رو ببینیم. بارون گرفته است، اشتاقات زیست است، تندور الماسک. اینم یکی از کوچه‌های دیگری شهر مادرید. ببینید چقدر زیباست. یعنی و جالب ساختمان خیلی عجیب ساخته شدن و یکی و دیگری مانند نیست. اما هر گونه هست. اساسی بازدن اینجا میریم. ما باشه دوستان عزیز، شما بیننده ما باشید تا آخرین برنامه را. خیلی جالب شده است. این هم هتل یا گستیچه یا مهمانخانه پلازا اسپانیا شهر مادرید. خیلی زیبا بود. چی میگم باز؟ خوب ساخته شده ساختمان. تازه دیدنی و خیلی برنامه‌ای رو ببینید یک بار دیگه. این هم دیگه میدانی پلازا اسپانیا. بلند و زیبا و دیدنی. خیلی دیدنی. این اینجا میدانی با نام تمپو پلازا اسپانیا که شاید که میدانی اسپانیا شهر مادرید. خیلی اینجا زیرادم است. شام است. طرف شام شده است. طرف شام ساعت 21 ساعت 2 نیمی شام است. خب این هم گفتی گپا که متروش ایستگاه مترو است. لفتی مترو. و بریم دیگه طرف ها ببینیم در دیگه طرف ها چی گپ است. چی چیزا رو میتونیم با نوار بکشیم. با ما باشه دوستان. دوستان عزیز، شما یک دفعه غیر ببینید از دور با خوبتر معلوم بشه. این هتل است یا مهمانخانه پلازا اسپانیا شهر مادرید. اینجا هم ساختمان های زیبا و دیدنی دیگه که در پهلوی این هتل هستند. اینجا پلازا اسپانیا رسید. این هم چی است؟ مهمانخانه 4 ستاره 5 ستاره. این طرف همش رئیس مهمانخانه هستند چون خیلی جای دیدنی و زیبا هم است. این هم قدم مجسمه ای است.
مجسمه قهرمانان اسپانیا. خب این طرف چی است؟ این طرف هم بانک است و هتل است و دیگه و دیگه. این ساوسان هم پایینشی باشه. فوتورو کافه دی کراوان یا که کافه فردا. یعنی بودوشی کافه چی باشه که نمیدونم چی درونش. خب اونجا بارسلونا دی مادرید. نمیفهم چیه. خب یه ساختمانی دارم ببینین. خیلی بلند است، خیلی جالب و دیدنی. خب بگذاریم این طرف. اینجا مردم تیک تاک و واتساپ و اینستاگرام و برنامه خود است. به هر حال بگذاریم. ما دیگه کار نداریم با او. خب ببینیم که دیگه چی چیزا رفتن میتونیم و پیشکشش ما کردن. دوستان عزیز با ما باشید. با دوستان برنامه‌های ما جریان دارن. در فعلا قرار داریم در پلازای اسپانیا یا که میدانی اسپانیا شهری مادرید. خیلی میدانی مشهور است در اسپانیا. میدان پلازا اسپانیا. اینم چون گفتیم ساختمان های گرد و اطرافش. میدان حدودا اینجا را میدان میگن. اینه میدان اسپانیا. یک جایی تماشاگاه بود دیدنی. خاصیه японский пароданку. خب اینه هم میدان خودش نمیبینی. اگر چندان چیزی دیگه نداشته خاص جایی همی مثلا فستیوال میشه و جایی یکان برنامه های کنسرتی و دیگه و دیگه. خب این طرف هم همو قهرمان های شاه اثرهای اسپانیایی دیگه نمیفهم کی هستن یا چی هستن. خب برای معلومات شما یک نوارشو میگیریم. شما هم از این ببینید در میدانی اسپانیا پلازا چی چیزا هست. خب یک کلمه اسب است. در آسمان یا کی باشه همو سانچو بونجور. دوستانی عزیز جالبی در چیزی سانچو دانکیخوت دیدم. یعنی اینجا مجسمه‌اش هسته. سانچو دانکیخوت. بسیار فیلم ها هست در بارش بسیار مثلا قصه ها و دیگه. اینمو خیر گپ خبر سانچو دانکیخوت قهرمان های اسپانیایی. دیگه این طرف شم جای بازی کودکا، جای تفریح مردم، جای بازی ها دیگه. خب این طرف جای گلگشت و دیگه سیرگشت مردم دیگه. خب این یک دفعه ببینید از زاویه دوری این میدان هم یک میدانی است. زیبا و دیدنی. مردم هم عکسگیری و فیلم برداری دارم. خب بریم کم طرف سرش سرادم میتوان بریم دیگه. او طرف چی گفته با ما باشه دوستان. عزیز خطای شما ببینید. این خطا به خاطر مردم نابینا، به خاطر مردم معیوب، به خاطر یعنی راحت احساس کردن که اوام بیان گفتی گفت تفریح خدا انجام بدن. چنانچه گفتیم این طرف همه جای بازی و دیگه. این طرف هم
بسیار ساختمان های زیبا و دیدنی قدیما داره اینجا. ببینید چقدر زیباست. میگم باور کرد در مادرید یک ماه کار است که باید تمام شهر را بگردی، تمام جاشه خوب همونطور با قاعده هاش خود تماشا کنی و معلومات جمع کنی، چون در 2-3 روز نمیشه همه این کار کردن. ما دیگه همه کار مختصر کردیم بچه بارون سخت شد، بارون سخت کرد. دیگه او طرف هم کدام ساختمانی هست. خب اصلا این باغ است پیش نزدیکی پلازا اسپانیا باغ است. این طرف هم جای سیر و گشت مردم. اون طرف هم یک ساختمان های خوب و زیبا. دوستان ببینید از دیگر طرف پلازا اسپانیا را چقدر زیبا است. بریم دیگه ها طرف هاش ببینید او طرف ها چی گفت و چیز ما من اول گفتم میتونیم با ما باشید. این طرف دیگری باغ طرف پایان میره ما در بلندی قرار داریم فعلا. باغ در بلندی است، این کوچه هم پایان دیگر طرف میره ما. کوچه های مدرید. بینید دوستان یک دفعه که شما این طرف میدانی پلازا اسپانیا را چقدر زیبا ساختمان های طرف هم خیلی زیباست. خب بریم طرفی ساختمانی که ما را شگفت انگیز کرده است، شگفت انگیز است یا که در حیرت مانده است. بریم ما این طرف. آقایان سلام. این آقایان ایرانی هستن، آقایان همزبانی ما در شهر مادرید. خب کوچه های شهر و پیش میدان. خب این طرف هم هوا را فعلا خشک است، آب ندارد. خب این طرف گلزارهای گل‌ها بچه گلای بزیبا، گلای زیبا خیلی خوب، البته برگ سرخ خیلی زیبا. خب این برادر همون ساختمانی که ما دربارش گفتیم سکریم اینمی بوده است، اما نمیدونم کدام ساختمانه. اینه که در پهلوی میدانی پلازا اسپانیا قرار داره در شهر مادرید اسپانیا. این دوستان نگاه شب است، همه جا بسته است، نشه که مثلا 4 طرف شد تماشا کنی اما داخل ماندنی نمیمونن، داخل رفتن. چیه پیزه این هم فواره هست، یعنی حوزی آب است یا چند دیگر نیست. صحنی چیدن اون طرف میدانی پلازا اسپانیا. خب با ما باشید دوستان، برای ما دوستانی عزیز. این همون ساختمانه که بیشتر دیده بودیمش همه دیگه طرف دیگه زاویه. مردم خیلی بیننده این روز زیاد است، در شده باران هم هست. این دیدین این بالا el laberinto hasta. Es que yo casi prefiero ver donde meto la Torre Eiffel y ver París desde la Torre Eiffel, prefiero ver París con la Torre Eiffel. Entonces, pues a eso, por ejemplo, no vas a subir, voy a quitar un tiempo, ¿sabes? Un dinero. Son. Bien. Aquí از جاهای دیدنی از زیبای شهر مادرید. ما بریم دیگه طرفش، بریم گوی طرف. این طرف بسیار مردم سیر و گشت دارن، خیلی تعداد جمعیت زیاد است. بریم ببینیم این طرف چی گفته. و این طرف همون نزدنی را این طرفش
خیلی زنی مشهور است آدم میفهم قدم زنیه چون نفر خیلی زیاد است باید دوستان خیلی ماشاءالله اینا چی هم گریه شده چراغ ها این هم دیگه کوچه شهر مادرید خب من فکر کنم بارون سختش میگه بسیار هوا شمالی شده و بنده رو چاقت کنست است دوستان اون طرف دیگه نمیریم همین حال است همین گپ است جای تماشا باب است میریم باز دیگه طرف های شهر مثلا ما رازم اسپانیا رو کردستیم با نوار کشیدیم انشاءالله اونم شما انشاءالله شاهد خواهید بود ما هم دیدیم پلاز اسپانیا را چی بود است میریم دیگه طرف های تو اون طرف بسیار گنبد خوب معلوم میشه نمیدونم چیه رنگ مسجد داره رنگ قصرهای چی آسیایی شهر آسیایی ما میریم دیگه جایی که اومده بودیم شروع کرده بودیم نواره همونجا بریم ببینیم با چه چیزایی افتاده توی و چه جوری ما به نوار بکشیم با ما باشیم چنانچه دوستان گفتیم شهر مادرید و این شهر پاریس یا که مردم فرانسه در تراس و در کوچه ها میخوان بچنان بخورن اینجا اندوک چیزی عادی شده است لیکن باور که نسبت به فرانسه محصولات خوراکات اینجا ارزان خیلی خیلی ارزان مثلا فعلا در فرانسه کمیافته یعنی چیزای غذایی از قبیل آرد روغن دیگه چی بود کمیافته همه چیزا خلاص گپ اینجا هست ارزان باور الان سابقه واره یک سال پیش واره لیکن هازی در فرانسه قیمتی رفته است یعنی مثلا بازم سوال با میاد چی مثلا ما دیدم 5 لیتر در فرانسه 30 یورو شده است در فرانسه در اینجا 14.5 یورو 15 یورو یعنی که یک برابر فرق دارن یا که 100 برابر تفاوت دارن یعنی دیگه کوچه با اون خاطر اسپانیا خیلی ارزانی بود در فرانسه مثلا یک پیتزا نرمالی که مثلا 3 نفره بخریش 19-20 یورو های در اینجا 12 یورو دیدم 11 و چند خلاص 12 یورو خیلی ارزان است خیلی فرق داره و مکدونالدز هم در فرانسه برای یک نفر 13 تا 15 یورو در فرق یک کافی کاپوچی بخرید دون بخرید در اینجا در 6-7 یورو خلاص دیگه خیلی ارزانی است دوستان وقتی برای کوچه میگذاشتم یک چیزی سر خوردم شما باید چی سر خورد شما دفعه بینید دفعه داخل چی هست همه ساختمان های قدیمه شهر مادرید ببینید خیلی جالب است ببینید در مرکز شهر ساختگی نیده اونجا قدیمه ماندن شد گرچه محکم کردن یه چیزا موندن خب بریم خیلی دوستان دیگه بسیار در اقتصادش چی نمیکنیم بیننده ما باشه دوستان میریم دیگه طرف یعنی ساختمان های دیگری شهر مادرید ببینیم و جاهای دیدنیش ببینیم ساختمانش رو گپی نیست جاهای جالبش ببینیم چی گپ است خب هم بیرق این طرف مردم هم سیر و گشت دارن خیلی مردم تعداد زیاد است خیلی چون روزای استراحتی ویکند مردم بیکارن دیگه میخوان یک جا تفریح برون تماشا کنن با ما باشه دوستان بازم برنامه های ما ادامه داره خیابان و گلگشت های اینجا خیلی تر و تمیز
اینجا فواره به نهایت خوب مدرن. الحمدلله. وقت چند باشه دیگه چی میکنم؟ نوارگیری از شروع میکنم. یک بار اکثر ندارم نمیشه. دیگه هوا شمال شد چی شد؟ اگه خاص پاس رفت. بگذاریم از این حرفا. اینم از دیگه طرفی کوچه پلازا اسپانیا. ایزدانی چقدر زیبایی، چقدر زیباست. ساختمانی روی، آرکیتکتور روی خیلی خوب برای مدرید. مدرید شهری زیبا هم است. یکی از شهرهای بهترین و توریستی جهان حساب می شود. برادر وقتی اسپانیا که میگن چند چیز یاد آدم بزنه. پیش از همه تیم فوتبال ریال مادرید، تیم بارسلونا، تیم اتلتیکو مادرید، دیگه رافائل نادال، خوان ایگلیسیاس، اون یک کپیز چیه؟ ایگار ایگلیسیاس چیه؟ خوان پدرش. همه چیزو رافائل نادال تنیسیست. عزیز ما هنوزم قرار داریم در اسپانیا، خصوصا در مادرید. دیگه این بود معلومات درباره میدان اسپانیا یا که پلازا اسپانیا شهر مادرید. اینجا رسیدیم به پایان برنامه دوستان عزیز. فکر و ملاحظه درخواست پیشنهاد زیر ویدیو با ما کامنت بسازید و از این ویدیو چی تصورات بردین حتما در زیر ویدیو فکرهای خود را بنویسین. دوستان عزیز به شبکه ما سر بزنید در یوتیوب، شبکه ما رو سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. دیگه شما رو به خدای پاک و منان میسپارم. اینم یک بار دیگه ببینیم پلازا را، پلازا اسپانیا. دیگه شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.